دیوانه شدن منصور جلال حقیقت دارد؟ دلیل جدا شدن منصور جلال از نامزدش چی بوده است؟ منصور جلال چرا دیگر آواز نمیخواند و اکنون در کدام کشور زندگی می کند؟ و نشر تصاویر تازه منصور جلال در صفحات مجازی که اصلا باورتان نمی شود. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. منصور جلال، هنرمند جوان، یکی از صداهای سوریه و صداهای خاص در میان هنرمندان جوان کشور بوده است که شهرت و محبوبیت خوبی دارد. منصور جلال با اشتراک در برنامه ستاره افغان و با کمک و حمایت قیس الفت توانست در این پروسه رقابتی خوب بدرخشد و مقام دوم را از آن خود کند. منصور جلال آهنگ‌های عاشقانه فراوانی را سرود که تاکنون آهنگ‌هایش بیشتر از 10 میلیون بار بازدید در یوتیوب را از آن خود کرده است. مورد حمایت و تشویق گسترده مردم افغانستان شده است. منصور جلال با خانواده‌اش در کشور کانادا زندگی می کند. وی در افغانستان نامزد شده بود، ولی جدیداً تصاویر منصور جلال در صفحات مجازی درز کرده است که وی از همسرش جدا شده است و کاملا در حالت بیخودی و افسردگی به سر میبرد. تا کنون خانواده منصور جلال حقیقت این ماجرا را تایید نکردند که آیا با واقعیت منصور جلال دیوانه شده است یا خیر، ولی مدت 1 ساله می شود دیگر آهنگ برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر نکرده است. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این هنرمند جوان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده، موفق و کامگار باشید.